صدا و تصویر بنده رو به خوبی دارید و اوکیه براتون، عدد 1 رو ارسال بفرمایید. خب خدا رو شکر صدا و تصویر هم به خوبی هست. خیلی خیلی باعث افتخاره که در خدمتتون هستیم امشب و میتونیم در کنار شما موضوعی جدید برای دوباره اولین بار در ایران رو در خدمت آقای دکتر محمدرضا عابدی باشیم. سلام آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدا قوت بسیار بعد از روز شلوغی که ما صبح با شما آغاز کردیم، شبم قراره فکر کنم با شما به اتمام برسونیم. خیلی خیلی خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. بله خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه دوستانی که همراه ما هستن، چه صبح چه الان، و خیلی خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و سپاسگزارم از شما و از همه دوستانی که امکان ایجادی برنامه رو برای ما فراهم کردن که ما خدمت دوستان باشیم و در مورد پولسازترین فعالیت شغلی با همدیگه بحثی رو داشته باشیم. بله خیلی هم عالی. دوباره سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستانی که دارن به مرور به ما اضافه میشن و باعث افتخار ما هم هست که خدمت شما هستیم آقای دکتر و بریم که استارت بزنیم برنامه شب رو. امیدوارم که عزیزانی که دارن تازه به جمع ما اضافه میشن خیلی سریع وارد بشن، چون پیام هم فکر میکنم از تقریبا نیم ساعت قبل برشون ارسال شده و سر وقت باید شروع بکنیم که تایم از دست نره. خب قراره که امشب و اینجا کنار همدیگه حال زندگی و شغلمون رو بهتر بکنیم و امروز قراره که مهارت‌های بیشتری یاد بگیریم تا دنیا جای بهتری برای زندگی بشه. ازتون میخوام توی دنیای مدرن که حسابی گوشی و لپتاپ و اینها نوتیف‌هاش میاد و حواساتون رو پرت میکنه، امشب و این 1 ساعت رو برای مهمترین بخش زندگی خودتون، یعنی فعالیت‌های شغلی که منجر به بحث درآمدزایی شما میشه، کنار ما حواس جمع تیز حس باشید که استارت بزنیم. رابین و ما قصدمون اینه که شما در زمینه خودشناسی، استعدادیابی، مشاوره شغلی اتفاق نو و جدیدی در زندگیتون بیفته و طراحی مسیر زندگی و شغلیتون رو به عهده بگیرید و به خاطر جبر زندگی و جبر کنکور و حالا این رشته رو خوندم این شغل رو دارم و اینها قرب جون خودتون و دنیا نزنید. و امشب رو در خدمت آقای دکتر هستیم با مسئله مهم درآمد آقای دکتر و پولسازترین فعالیتی که ما میتونیم داشته باشیم. من یه معرفی خیلی کوتاه از آقای دکتر عابدی و خودم داشته باشم. آقای دکتر احتمالاً معرف حضور خیلی ها هستن، اما برای دوستانی که کمتر ایشون رو میشناسن باید بگم که ایشون از اساتید بنام و مطرح در حوزه مشاوره شغلی و استاد تمام دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی این دانشگاه و سابقه اجرایی ایشون که اصلا نمیتونیم به زبان بیاریم و حسابی طولانیه و دغدغه ایشون همیشه در بحث مشاوره مسیر شغلی این بوده که مفاهیم جدیدی رو به این دنیا اضافه بکنن و متاسفانه داریم میبینیم دیگه خیلی ها حرف از استعدادیابی میزنن، حرف از مشاوره شغلی میزنن، اصلا این رشته رو نخوندن یا اصلا در این حیطه یک بار یک مطالعه یا یک علمی اضافه نکردن. ولی خب ما با شخصیتی مواجه هستیم که اگر فقط سرچ بکنید مقالات، پژوهش‌ها و کارهای اجرایی ایشون در زمینه مشاوره شغلی رو متوجه میشید که این علم اولا چقدر گسترده هست و دوما اینکه چقدر ایشون نقش بسزایی داشتن بابت اینکه توی ایران گستردش بکنن. بنده هم مدیر کلینیک کار و زندگی رابین که تنها و مهمترین هدفش اینه که شما رو در مسیر رسیدن به شغل مورد علاقتون کمک بکنه، علاقه، ارزش‌ها و رسالت و استعدادتون رو بشناسید و در نهایت حال خوب شغلی چه به لحاظ درآمد چه به لحاظ اینکه در مسیر درست خودتون هستین رو تجربه بکنید. آقای دکتر من اضافه گویی نمی کنم، بریم
سراغ این که ببینیم اصلا چه تقسیم بندی هایی برای فعالیت های شغلی هست. اصلا همینطوریش مخاطبین ما میپرسیدن که اصلا داستان این عنوان جدید پولسازترین فعالیت شغلی من اصلا یعنی چی؟ یعنی آیا واقعا این هست؟ چون متاسفانه فضای زرد اون طرفش هست دیگه، بیا این کارو بکن درآمدزایی تو داشته باش و حسابی پولدار شو و 2 روزه پولدار شو و اینا. میخوایم ببینیم که از نگاه شما، از دید شما و از دید مشاوره شغلی چه تقسیم بندی هایی برای فعالیت های شغلی وجود داره. بله خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از لطف شما. از صحبت‌هایی که در مورد من کردید خیلی خیلی ممنونم و اونچه که واقعا وجود داره توانایی‌ها و استعدادها و شایستگی‌هایی است که شما دارید، نسل جوان دارن، دوستان دارن و من همیشه به این میبالم که کنار من، روی من و همراه من همکارانی هستن که بسیار توانا هستند و ما هم به عنوان کسانی که یه کمی دیگه لنگ میزنیم مجبوریم که همراهشون بدویم و خیلی خیلی ممنونم از این فرصت. خیلی خوشحالم که امشب خدمت دوستان هستم و میخوام یه حرف دل بزنم. دوستان من قبل از که به سوال دوستمون پاسخ بدم اجازه بدید که یه مقدمه‌ای بگم. پدر من خیلی فرد زحمتکشی بود، خیلی فعال بود، خیلی با استعداد بود، ولی به نظر من یه مشکل بزرگ داشت و فعالیت شغلی چندی داشت، خیلی فعال، ولی متاسفانه روی پولسازترین فعالیت شغلی خودش متمرکز نبود. اتفاقا تمرکزش رو کم پولسازترین فعالیت شغلی خودش بود، با اینکه چندین کار انجام میداد و همه فامیل ما همه اونو به عنوان یک فرد بسیار فعال که شبانه روز میدوه تو زمینه‌های مختلفی مهارت داره میشناختم. ولی اگر من الان بخوام یه ایراد بزرگ بهش بگیرم میگم که پدر من فعالیت شغلی زیادی داشت ولی تمرکز رو روی اونجایی گذاشته بود که اتفاقا کم درآمدترین جا بود. راضی بودن یا خودش راضی بود ولی از روی جهلش بود به نظر من. یعنی یه رضایت از روی علم نبود، یه رضایت از روی جهل بود. شاید اگر روی پولسازترین فعالیت خودش تمرکز کرده بود لازم نبود که اینقدر شبانه روز بدوه. یعنی توی محله ما، تو اونجا که ما زندگی میکنیم، اسم پدر منه که یعنی همه میشناسن، ببینید آدم بسیار فعال که نمیشینه، تلاش میکنه، توی ایده‌های مختلفی مهارت داره. ولی من بهش میگم که به خاطر اینقدر اذیت میکرد خودش رو که هیچگاه نتونست تمرکز کنه روی پولسازترین فعالیت شغلی خودش و همواره تلاشش رو در واقع به شکل غیر مستقیم بر کم درآمدترین وجه فعالیت خودش گذاشت. این یه درد دله که دارم من با شما میکنم و شاید درد دلی بود که نمیشد اون روزها من به پدرم کنم، ولی من حس میکردم یه جای کار میلنگه، حس میکردم که یه ایرادی داره. من همین رو در اخوی بزرگم دیدم که آدم بسیار با استعداد و ولی خب کارمند یه جایی بود و بسیار کارمند خوب، منظم، مرتب، عالی فلان و تمرکزش رو همین بود. با اینکه خطاط بود، شاعر بود، نقاش بود و فعالیت‌های دیگه هم داشت ولی روی اینا اصلا تمرکز نکرد. تمرکزش روی این کار کارمندیش بود که بره محیط کارش بیاد و تو محیط اداره‌ش هم که میرفتی همه دوستش داشتن، گفتن خیلی منضبطه، منظمه، عالیه، کارش خوب انجام میده و یعنی اینم مثل که ارسی، مثل که ژنتیک، مثل که یادگیری یا هر چیزی اومده بود و روی یکی از فعالیت‌ها وایساده بود. حواسش نبود که اتفاقا این فعالیت یکی از فعالیت‌هایی است که جز پولسازترین فعالیت‌ها نیست. خب زندگی میکرد، اداره میکرد زندگیشو، ولی به نظر من خیلی شایستگیش بالاتر از این زندگی بود. ولی خب این زندگی کارمندی رضایت داده بود و خب خیلی هم خوشحال بود و خانواده‌اش هم خوشحال، ولی به نظر من اون چیزی که باید نبود. دوربر من خیلی وقتا من همکارامو میبینم که
فعالیت‌های زیادی میکنن ولی تمرکزشون روی کم درآمدترین فعالیت‌های شغلی خودشونه. فکر میکنم که یکی از رسالت‌های مشاوره شغلی اینه که جهت رو ما نشون بده. حالا ممکنه که اتفاقا شما اصلا انتخاب کنید. من میگم اگه یک کسی انتخاب کنه فعالیتی رو که کمترین درآمد رو داره و انتخابش باشه اشکال نداره، ولی یک کسی اگه از روی جهل روی کم درآمدترین فعالیتش ایستاده این اشکال داره. نمیخوام هدف و پول بگیرم، میخوام هدف و آگاهی بگیرم، هدف بینش بگیرم. بینش، ما توی جلسه دنبال بینش میگردیم و خانم دشتی و طبیعتا این بینش اینه که آیا شما میشناسید که اون چیه. حالا من کسی هم سراغ دارم که لیسانس روانشناسی گرفت و الان تقریبا میشه گفت که یکی از پایه های اقتصادی اصفهانه و لیسانس روانشناسی. و خب اون میتونه تشخیص بده که فعالیت شغلیش اگه یه جای دیگه باشه اون میخوام دوستان اشتباه نکنن که ما توی جلسه ما این دور هم نشستیم و میخوام راجع به پول صحبت کنیم، به دوستان بگیم که پول در بیارید. یکی از اتفاقاتی که آقای دکتر توی اینستاگرام و فضای مجازی بین هم نسلای ما و خصوصا دهه 80 داره میفته اینه که برو کسب و کار خودتو داشته باش، همه رو سوق میدن به یک سمت، در این حال میگن که مثلا این روزه 2 روزه 3 روزه 10 روزه پولدار شو، ولی این رو توضیح نمیدن که آیا حال من با این مسیر خوبه یا نیست و به قول شما آیا جهت اصلا جهت منه و آیا حالا این جهت من حاضرم، یعنی آخه پول در بردن هم اون رویا فروشی که میکنن نیست، به راحتی نیست و اون اتفاقه اگه قرار رقم بخوره من باید پاش بدوم حسابی دیگه، بعد خب شاید من اصلا آدمش نباشم. دقیقاً. حالا موضوعی که هست اینه که ما واقعا نمیخوایم راجع به پولسازترین مشاغل صحبت کنیم چون به درد شما نمیخورم که شما گفتید ممکنه که شغلی خیلی پول سازه ولی من اصلا نمیتونم توش برم. ممکنه اصلا بگه بنگاهداری اتومبیل، معاملات مسکن، ساخت ساز مسکن، بساز بفروشی و اینا شاید جز مشاغلی هستن که توشون درآمد خیلی زیاده. نمیدونم ارز دیجیتال و در واقع اون چیزایی که امروزه تحت عنوان فریلنسری ازش یاد میکنن شاید اینها پولسازترینن. من فکر میکنم که این صحبت کلی در مورد همه از نظر مشاوره شغلی خطاست. من ممکنه که پولسازترین فعالیتم یه چیزی هست که ویژه خودمه و دوست من پولسازترین فعالیتش ویژه خودشه. هر کسی ویژه خودش یک فعالیت شغلی داره که اون پولسازترینه. اگر دوستان تا آخر این جلسه تونستن در مسیر این بصیرت قرار بگیرن، خانم دشتی ما به هدفمون رسیدیم که هدف ما این بصیرت است که حالا بعضی از دوستان، من بعضی از اسامی رو میشناسم جوونن و حیفی که از اول جوانی تو فعالیتی قرار بگیرن که اون فعالیت اتفاقاً کم درآمدترین فعالیت شغلیشون، اتفاقاً یه مسیر خیلی خیلی منفی رو دارن میرن، داره که درآمدم براشون مهمه، حساس هم هستن روش و براش اهمیت داره. متوجهم. خب میخواین آقای دکتر یه بررسی داشته باشیم ببینیم که دوستانی که الان در جمع ما هستن اگر که جهت شغلیشون بابت اینکه هم حالشون درونش خوب باشه هم درآمد خوبی دارن کسب میکنن اگر پیدا کردن عدد 1 رو برای ما بفرستن ببینیم اصلا چند نفر در این جمع تا الان به این نتیجه رسیدن و چند نفر هنوز نیاز دارن که اتفاق دیگه ای در زندگیشون بیفته. خب دارن یه تعدادی ارسال میکنن. اینا که ارسال میکنن کیا هستن؟ کسانی هستن که پولسازتری رو شناختن یا نشناختن؟ شناختن. اگه پولسازتری رو شناختید عالی دوستان. من میگم شما پولسازتری رو بشناسید باشم پول در بیارید ولی اونقدر معنوی باشید که بگید که نه
من نمیخوام پول سازترین برم، میدونم باشم پول در آوردم ولی میخوام برم سراغ اون یکی به این دلیل، حالا هر دلیلی، به دلیل خدمت بشریت نمیخوام سراغ پول سازترین برم، میخوام برم سراغ اون یکی. ولی اگر نشناختید نگید من نمیخوام پول. من شاید این تفکر خیلی سال پیش در من شکل گرفت. یک کتابی هست به نام مانی The Psychology of Money. The Psychology of Money. شاید کتاب دوستان دیده باشن، روانشناسی پول. نویسنده این کتاب The Psychology of Happiness هم نوشته، نویسنده همین کتاب. اون موقعی که من تز دکترامو نوشتم، چون تز دکترام در مورد هپینس بود، با آقای مایکل آرگایل آشنا شدم. و بعد دیدم که مایکل آرگایل دو تا کتاب اصلی داره. یکیش The Psychology of Happiness، چون من دنبال کتاب بودم. بعد The Psychology of Money هم داره. خیلی برام جالب بود که واقعا روانشناسی پول چیه. شروع کردم به خوندن این کتاب، خیلی دوستش داشتم. تصمیم گرفتم که ترجمه کنم. شاید نزدیک به 3/4 بیشتر از 3/4 کتابم ترجمه کردم، چون خیلی دوست داشتم باهاش رابطه برقرار کنم. بعد این کتاب توسط انتشارات رشد اومد بیرون، یعنی قبل از اینکه ترجمه من تموم بشه کتاب اومد بیرون. اتفاقا ترجمه خوبی هم بود، دیگه اصلا نیاز نبود این کتاب من ترجمه کنم. اتفاقا این کتاب سالها پیش اومده بیرون، شاید دیده باشید تو دهه 80 کتاب اومده بیرون تحت عنوان روانشناسی پول. تو اون کتاب داره مسائل مختلفی رو در مورد پول میگه، چون مایکل آرگایل در واقع چون یک کتابی هم داره The Psychology of Religious Behavior، روانشناسی رفتار مذهبی. کتاباش خیلی کتابای قدریه. فوت هم کرد، 3 تا زن هم گرفت، تو زن سومش پای زندگی میکرد. حالا من خیلی دوست داشتم که زندگیش رو دنبال میگردم. یه انگلیسی بود که بر ترتیب تو روانشناسی شادی فهمیده بود که این زن شادش نمیکنه، طلاقش داده بود، رفت توی زن دیگه گرفت. یعنی در واقع یه مرد عملم بود، عملم میکرد، حرفایی که میزد رو. برام خیلی جالب بود که این روانشناسی پول، انگار پول روانشناسی داره. حالا من میخوام بگم که دوستان، روانشناسی پول به ما میگه که شما نگرشتون نسبت به پول چیه؟ نگرشتون مثبت، منفی، خنثی‌است، بهش فکر نکردید، روش متمرکز نکردید. ولی خانم دشتی، چون بیشتر مراجعان ما اصفهانی هستن، من فکر کنم که دارم زیره به کرمان میبرم. بالاخره تو اصفهان راجع به پول حرف زدن، زیره به کرمان برده. همه دوستان استاد این قضیه هستن و ما شاگردیم توی زمینه. ولی با این وجود من میخوام بحث علمیشو کنم و بگم که دوستان بگردید پول سازترین فعالیت شغلتون رو پیدا کنید، باشم پول در بیارید و بعد بگید که من نمیخوام، من پول نمیخوام، میخوام برم سراغ یه چیز دیگه. ولی اگر در نیورد آفرین اگر در نیوردید نگید ما پول نمیخوایم. من میگم که اگر پول در نیوردید یعنی خب همه ولی هر کسی نسبت به خودش فعالیت‌های شغلی داره که من نمیتونم بگم همه میتونن ماهی مثلا 100 میلیون داشته باشن. نه، یک کسی ممکنه که حد اکثر ظرفیتش ماهی 10 میلیون، و یک کسی حد اکثر ظرفیتش ماهی 100 میلیارده. این حد اکثر ظرفیت چیه؟ همه میتونن حد اکثر ظرفیتشون رو بشناسن. تمام تمرکز من بر اینه تو این بحث. بله، فکر کنم که خانم دشتی قطع شدن و رفتن و اجازه فرمایید که من تا ایشون بیان. بله خب تشریف آورید. بله من اجازه بدید که من 2 تا جمله دیگه بگم و این مقدمه رو تموم کنیم. 2 تا جمله دیگه اینه. جمله اول که خیلی برای من اهمیت داره و مهمه اینه که اگر پولسازترین فعالیت شغلیمون رو شناختیم و در جهتش حرکت کردیم و تونستیم پول در بیاریم و اون از حدی که بالاترین حد ما هست، حالا تو هر زمانی بالاترین حد با توجه به ریال یه ریالی هست. الان مثلا ممکنه که بالاترین حد شما مثلا میشه 50 میلیون، 2 سال دیگه این مشمول تورم میشه مثلا 70 میلیون. یعنی من میخوام بگم که عدد نمیتونم بدم، چون بالاخره تورم با در نظر گرفت.
اگر شناختیم، رفتیم، درآوردیم، بعد که درآوردیم بعد بشینیم فکر کنیم، بگیم حالا چه کار کنم. این نکته اول. نکته دومی که اگر پولسازترین فعالیت شغلی رو شناختیم، رفتیم، حرکت کردیم و در نیاوردیم این نکته مهم. اگر در نیاوردیم یه پاتولوژی داریم، یه آسیب شناسی داریم. دقت بفرمایید، یه گیر یه جای کار هست. اون گیر چیه؟ آقای دکتر بعضی موقع ذهنیتته، یعنی مثلا میخوای کمک کنی به یه عده، بعد میای یه عدد مثلا پایین تر میگیری از یه سری، بعد میای نگاه میکنی میبینی که این ذهنیت توی یه سری تله های اصلا طرحواره درمانی طور افتادیه، همچین حالتیه. واقعا من این رو بهش رسیدم. من یه کمی بالاتر از این رفتم. من میگم که یه پاتولوژی، یه مشکلی وجود داره که ما نمیتونیم تو پولسازترین فعالیت شغلیمون بالاترین پول رو به دست بیاریم. یه گیریه. اون گیر ممکنه بیماری وسواسه، اون گیر ممکنه یه اختلال دیگه است، میگم افسردگیه، ممکنه گیر دیگه است. یعنی من میخوام بگم که بیاین و اون گره ها، اون گیرها رو چه بشناسیم که اون چی هست دیگه. پس این دو تا نکته در نظر داشته باشه. با این دو تا نکته خانم داشت من خدمتتون هستم که بریم جلو. سلامت باشید. خب ما تا اینجا متوجه شدیم که هر آدمی باید یک مسیری برای فعالیت پولساز خودش داشته باشه. آدم ها هم با هم متفاوتن، قرار نیست که اون چیزی که برای من مفیده برای نفر دیگه هم مفید باشه. و تازه به مرحله‌ای که ما فعالیت پولساز مخصوص خودمون رو پیدا کردیم رسیدیم، اونجاست که میتونیم بگیم اوکی من میتونم از این پول بگذرم به خاطر یه خودشکوفایی. من یکم ذهنیتم رفته سمت و سوی این که خودم آقای دکتر به سمت مظلوم رفتم. یعنی احساس میکنم که به یه مرحله‌ای که میرسی به اون خودشکوفاییه، میگی که خب اوکی من پیدا کردم این فعالیت پولساز خودم رو، اما الان میرم سمت و سوی کار معنادار دیگه‌ای که براش ساخته شدم. و حالا سوال این بود، این مقدمه بسیار عمیق، دلنشین و عالی بود به نظرم، اما سوال اینه، بچه‌هام خیلی پرسیدن، حتی یه سریشون میگن ما در مسیر درآمدزایی هستیم، ولی دقیقاً پولسازترینه رو اولا چجوری پیدا کنیم، بعدم اینکه چه تقسیم بندی هایی بر فعالیت های اصلا آدم ها هستش. خیلی یه تعدادی از دوستان میگید که صدا و تصویر نیست، ولی بچه‌ها بقیه دارن، پس اینترنت های شما مشکل داره و 2-3 روز هم هست کلن اینترنت دچار مشکل هستش، ولی چون اسکایروم کلن پلتفرم ایرانیه، اگر فیلتر شکن‌ها خاموش باشه و با اینترنت درست حسابی اومده باشید قطعا اوکیه. به لحاظ آره بچه‌ها گفتن خوبه، اگر میخواین که مثلا یه دور خارج بشین وارد بشین اوکی میشه براتون. خب آیا شما در خدمتیم؟ چه تقسیم بندی‌هایی هست؟ دوستان دیگه فکر کنم در مورد تقسیم بندی ها الان دوستانی که اینجا هستن 3 دستن. بعضی هستن که با نظریه ها کاملا آشنان و خب من عذرخواهی میکنم چون تکرار میکنم. بعضی هستن که میزان آشناییشون متوسطه، بعضی هستن که اصلا آشنا نیستن. چون ما یه جمعی داریم که جمع متنوع است، من مجبورم که یه مقدار خیلی خیلی کمی حرف نظری بزنم. خیلی هم عذرخواهی میکنم. همه ما میدونیم که در مورد فعالیت‌های شغلی دیگه جذاب‌ترین نظریه و دقیق‌ترین نظریه هالنده. پشتوانه‌های علمی دقیقی هم داره و خیلی از دوستان ما که توی جمع هستن سال‌هاست که دارن با این هالند پول در میارن و بر ترتیب زندگیشون رو با این هالند جمع جور کردن و بستن. خیلی هم که الان امسال من دیدم که بعضی از دوستان ما، من خیلی خوشحال شدم، افتادن تو خط انتخاب رشته کنکور. خیلی عالیه، خیلی خوبه. این دوستان که افتادن تو خط انتخاب رشته کنکور نمیتونن انتخاب رشته کنکور کنن و حرفی از هالند نزنن، مجبورن تو انتخاب رشته کنکور یه تستی، یه بررسی، یه مصاحبه‌ای که شخصیت شغلی آدم‌ها رو بشناسه رو داشته باشن. و اگر غیر از این باشه، یعنی کسی اگر بخواد در انتخاب رشته کمک کنه ولی از شخصیت شغلی هالند کمک نگیره، احتمالاً تو کارش با یک درجاتی ناموفق خواهد شد. پس این خیلی مهمه.
هالند میگه چی؟ میگه ما 6 نوع فعالیت شغلی داریم. بعضی از این 6 نوع فعالیت شغلی که ما داریم در واقع رغبت‌های شغلی ما هستن و ما با اونا زاده میشیم. یعنی ما باید رغبت‌های شغلی زاده میشیم. انگار وجود ما برای بعضی از شغل‌ها ساخته شده. انگار آبرنگ ما اینه. ما نمیتونیم، با اینکه ما الان در دنیای پست مدرنیم و این تقسیم بندی‌ها در دنیای پست مدرن کمتر جایگاه داره، ولی پست مدرن ها هم نتونستن از یک حداقل گرایش، اگر هم رغبت نکرد، از یک گرایش شخصیتی به سمت بعضی از فعالیت ها غافل بشه. خب اون 6 تا چی هستن؟ همه شما 6 تا رو میشناسید و اگر الان من بگم شما میتونید 6 تا رو ردیف کنید. دوستانم میتونن بنویسن همون پایین که 6 تایی که هالند میگه چیه. بعضیا توی مشاغل کمکی و اجتماعی موفق ترن، بهشون میگن شخصیت اجتماعی. بعضیا تو مشاغل هنری موفقن، بهشون میگن شخصیت هنری. بعضیا توی مشاغل مدیریتی موفق ترن، بهشون میگن آدم متحول. بعضیا تو مشاغل فنی موفقن، بهشون میگن شخصیت واقع‌گرا. بعضیا تو شخصیتایی که تو کار اداری که حساب کتاب و چارچوب داره موفقن، بهشون میگن شخصیت قراردادی. و بعضی تو کار علمی موفقن، بهشون میگن شخصیت‌های جستجوگر. در واقع اینا 6 تا حیطه‌ای هستن که این 6 تا حیطه رو ما ناگزیر توش هستیم و اگر بتونیم اول و دومی خودمون رو تشخیص بدیم، من بدونم که عابدی اولین جایی که میتونه خیلی موفق باشه کدومه، دومین جا کدومه، تا اینجای کار من 1/10 مسیر رو رفتم. ما میخوایم این مسیر پولسازتایی رو من 10 قسمت کردم، 1/10 اینه که من بدونم اون 2 تا کد اول من چیه. حالا اگر 2 تا اولی رو تشخیص بدم خیلی خوبه. حالا ممکنه من اینجا نتونم تعاملی برقرار کنم که خوب معرفی کنم دوستان میتونن تشخیص بدن، میتونن به یه مشاور شغلی مراجعه کنن، میتونن برن تست هالند بدن، میتونن برن تست تریسی بدن و روش‌های دیگه‌ای که اون 2 تا اولیه در بیاد، کتابایی در این زمینه هست بخونن، مطالعاتی در این زمینه بکنن، میاد دستشون که اون 2 تا اولیه کدومه. این خانم دشتی میشه 1/10 کار، 9/10 دیگه میمونه و اون 2/10 فکر کنم خیلی مهمه. 9/10 ببخشید اصلاحی میکنم، اون 9/10 دیگه موند. ولی 1/10 که من بدونم که خیلی ممنونه که از دوستان من مثل خانم سورانیه، خیلی متشکرم که نوشتن. دکتر اینم بگم بین جمع ما از تعدادی که حالا تقریبا فکر میکنم هولوحوش ما 250 نفر ثبت نام داشتیم، ولی خب حدودا الان نیمی از اونها رو داریم تو این جلسه، ولی از همین نیمی هم که من دارم میبینم باز دوباره 50% بچه‌هایی هستن که رشته هاشون مشاور روانشناسی نیست و حتی بچه‌های خود روانشناسی مشاوره هم اگر رشته‌هایی مثل شغلی و مدرسه نخونده باشن خیلی با بحث هالند آشنا نیستن. این حالا تازه بخشیه که به قول معروف شما میفرمایین 1/10 هالند یکی از تست هاییه که حالا در بحث مسیر شغلی مشاورین شغلی میگیرن و حالا تازه میرسیم بهش که چه تست دیگه ای هم هست و آقای دکتر هم البته اشاره کردن به تست تریسی هم، ولی میرسیم به داستانی که اصلا چجوری اینها رو پیدا بکنید، خصوصا برای دوستانی که به هیچ عنوان با اینها آشنایی ندارن. ولی این نکته اول، یعنی در واقع اولین موضوعی که اهمیت داره دوستان همینه که من یه نگاهی کنم و این شخصیت شغلی رو بشناسم، ببینم شخصیت شغلیم چیه، یکیش چیه، دوش چیه، بعد توی 1 و 2 بیام و لیست فعالیت‌های شغلی رو بنویسم. فرض کنیم که اگر من یکم اجتماعی باشه، یا آدمی که شخصیتش اجتماعیه، چه فعالیت‌های شغلی میتونه انجام بده؟ خب اگه آموزش، مشاوره، راهنمایی و بریم اینو در بیارم. یعنی در واقع بیام در بیارم که من لیست کنم فعالیت‌ها رو، من میتونم این همه فعالیت انجام بدم به عنوان فرد اجتماعی. حالا دومیش فرض کنید که هنریه، من تو چه کار هنری میتونم موفق باشم؟ نمایش، خط، نقاشی، چی و ردیف کنم بیام تا پایین.
یعنی جلوی چشمم انواع فعالیت‌های شغلی رو داشته باشم. این نکته اول. یعنی در واقع اگر من انواع فعالیت‌های شغلی رو میزم داشته باشم، حتی یه دفتری داشته باشم، اسم این دفتر باشه فعالیت‌های شغلی من یعنی چی؟ من یعنی من نوعی دیگه، چون ما وقتی که میگیم هالند یعنی نوع رو تعیین می‌کنیم، نه آبدی رو. یعنی ما از من نوعی شروع می‌کنیم میرسیم به من فردیمون. از من نوعی تا من فردی، از من نوعی تا من فردی 10 گامه. گام اول میگه که من نوعی رو به دست بیارم، من اجتماعیم. یک کسی دیگه هم در آفریقای جنوبی اجتماعی، یک کسی دیگه هم در اوگاندا اجتماعی، که دیگه هم در به اصطلاح کانادا اجتماعی. خب ما مثل همون. حالا یک آدم اجتماعی چه فعالیتایی میتونه داشته باشه؟ یه آدم هنری. پس اینجا دقت فرمایید که من الان اولین تماسم با من نوعی، با من فردی، با من خود من نیست، با من نوعی. این تماس رو با خودمون برقرار کنیم، انواع فعالیت‌ها رو بنویسیم و بعد نگاش می‌کنیم. ممکنه که من که اجتماعی هستم، فرض کنید برادر منم اجتماعیه، اون توی جای فعالیت شغلی دیگه اجتماعی موفقه، من توی فعالیت شغلی دیگه موفقم. درسته دو تا ما اجتماعی هستیم ولی توی فعالیت شغلی عین هم موفق نیستیم. خب یک. دو، خانم دشتی نیستن، من مجبورم که تا نیستن دورم بگم، حالا بعد وارد میشن. یه مقدار اینترنت ضعیف شد، گفتم که قصد بکنم که حالا اگر شما برید با پاوراتون جلوتر شاید بهتر باشه. میخواد شما برید جلو من بگم یا بله. رسیدیم به اینجا که هر کسی تو این حالا مسیر خودشناسیه یه سری فعالیت‌های شغلی براش مناسبه، برای اینکه پیداشون بکنه. یکی از راه‌هایی که میتونه مشاور شغلی بهش کمک بکنه بحث اینه که رغبت سنجی بشه و متوجه بشه که هم توانمندی‌هاش چیه و هم در این حال علاقه‌مندی‌هاش چیه. یعنی اگر که حالا جستجوگره احتمالاً به درد رشته‌هایی میخوره که این جستجوگری درونش هست، رشته‌ای که پژوهش داره یا یه مقداری فرد رو به چالش وامی داره، به جای اینکه بره در رشته یا شغلی که یه کار ثابت و روتین و بدون تنوع و اصلا بدون هیچ گونه مسیری براش هستش. خب گفتیم که افراد با توجه به هر کدوم از این رغبت‌ها، هر کدوم از این انواعی که خودشون رو میشناسن، مدل‌های مسیر شغلی که میشناسن، فعالیت‌ها و زمینه‌های شغلی هم براشون فراهمه. اما خب شما دارید ما رو میبرید به این سمت که خب ما خودمون رو بشناسیم، اما در نهایت چطور کشف بکنیم اون مسیر رو، مسیر پولسازی مورد علاقمون و در عین حال برای خودمون رو، که تا اینجا مراحلش رو جلو بردیم. بفرمایید. من پس اولیش این بود که ما یه بررسی کنیم ببینیم ما هالندی چی هستیم. دومین گام بررسی قصه زندگی. یعنی ما در واقع حالا از این که من یادم فرض کنید که اجتماعی و فرض کنید که جستجوگر، مثلا اگه من یه اجتماعی جستجوگر باشم دفتری دارم که تمام فعالیت‌های آدمای جستجوگر و آدمای اجتماعی نوشته شده، هم ورق می‌ذارم که من به درد کدوم می‌خورم، ورق می‌ذارم. ما این دفتر رو حتما می‌خوایم. بعدش میگم که حالا من یه قصه زندگی هم دارم، ما زندگی همون قصه داریم. قصه های شغلیمون رو بیایم و نگاه کنیم. قصه شغلی چیه؟ از روز اولی که من یادم میاد که بچه بودم، 4 سالگی 5 سالگی یه سری فعالیت انجام میدادم که این فعالیت یه نوع فعالیت شغلی هم بوده. مثلا ممکن بوده که تو خونه به من میگفتن که برو ماشین رو مثلا بشور، ممکنه که من میگفتن که تو آشپزی کمک کن، ممکنه من میگفتن برو خرید، یه کاری جوری من میگفتن. حالا ممکنه توی سنی بعضی از افراد یه کاری هم انجام دادن. دخترها مثلا رفتن کلاس خیاطی،
پسرها ممکنه رفتن در مغازه مکانیک، ممکنه همچین فعالیت‌هایی هم بعض وقتا دیگه یک کمی رسمی‌تر شده. خب من یه نگاه کنم به قصه های شغلیم یادم بیاد. مثلا فرض کنید که مثلا یادمه که مثلا به من گفتم که برو فرض کن خرید کو بیا. من رفتم تو مغازه و خیلی خوشم اومد از خرید. اومدم خونه گفتم هر چی خریده بدید من. این قصه شغلی که من یه فعالیت شغلی انجام دادم که خیلی خوشم اومده، خیلی دوست داشتم. این قصه است، چون اتفاقیه که افتاده. میگن قصه. ما برای اینکه قصه شغلیمون رو پیدا کنیم برگردیم به گذشته. خیلی وقتا پولسازترین فعالیت شغلی ما تو قصه هاست. تو قصه مثلا ممکنه که شما خیلی از شما مثلا فرض کلاس دوم ابتدایی بودید، بچه همسایتون تجدید شده، مادر بچه همسایتون اومده به شما گفته که این بچه رو کمکش کن. بعد شما نشستید و به این بچه درس دادید، خودتون خوشتون اومده، بعد بچه هم قبول شده. بعد مادرش اومده تشکر کرد که خیلی من معلم نتونست به یاد بده، تو به این یاد دادی. یه قصه است. این قصه رو دست کم نگیریم. قصه خیلی مهمیه. یه قصه از جایی است که دوم ابتدایی اتفاق افتاده. من میخوام دوستان برگردن و قصه های شغلیشون رو مرور کنن. درست قصه های شغلی ما محدودیت داره، ما محدودیم دیگه. بالاخره من ممکنه که توی زمینه‌ای هم میتونستم موفق باشم، پیش نیامده. اتفاق نسبت به تجارب دیگه هر چقدر که تجربه ها بوده ما متوجه میشیم که چه قصه هایی داشته. ولی همه ما فردا شب میشه توی سینما ساحل میخوایم فیلم اترالود رو تحلیل کنیم. تو فیلم اترالود یه داستان مثل همین اتفاق میفته. یه آقای هست که تو کارش شکست میخوره، بعد هیچ بهش میگن که تو باید عطر خودتو بسازی، و این آقا میره نگاه میکنه به قصه های قدیمیش، برمیگرده سالهای سال قبل که مثلا فرض فلان جا یه عطری بوده که از اون عطر خیلی خوشش اومده، یه بوی بوده که از اون خیلی خوشش اومده. حالا بعد به اصطلاح میاد و یه عطری میسازه که مثلا یعنی تو انگار فیلم اترالودم روش استفاده کرده از روش قانون قصه داریم. من خواهش می‌کنم که دوستان اگر میخوان پولسازتری ببینن برگردن به قبل. بچگی ما دروغ نمیگه، بچگیمون درسته. الان در تاثیر آموزش و محیط و فضا و رسانه ایم. بچه که هستیم، شما بچه که بوده چند قصه بیارید. یه خانم ممکنه بگه که من بچه که بودم کیف میکردم از ظرف شستن، کیف میکردم، مامانم نمیذاری ظرف شستم. یا من بچه که بودم اصلا لجم میگرفت از ظرف شستن. خب حالا اون لج فعلا ولش کنید، شما سراغ قصه های مثبت شغلتون برید. پس خانم ما دومین قضیه که هست بهش میگیم قصه شغلی. تا حالا ما 20% مسیر آمدیم، 80% دیگه مونده. بله. خب یه توضیحی بدم من باب صحبت‌های شما. عزیزانی که رشته هاشون مشاوره شغلی احتمالاً نیست و آشنایی با بحث حالا عمیق‌تر فکر کردن به فضای قصه های شغلی، قصه های زندگی ندارن، این خودش رویکرد داره، نظریه داره، کلی سوال داره که شما رو با خودش همراه بکنه بابت اینکه متوجه بشید که چه قصه هایی داشتید. ولی تا همین جاش احتمالاً متوجه شدید که چقدر عمیق فکر کردن به مسیری که اومدید میتونه کمک کننده باشه به انتخاب مسیر جدید، به طراحی مسیر جدید. پس تا اینجا شما با ما همراه بودین، تا اینجا آقای دکتر 20% ما متوجه شدیم و متوجه شدیم یه گریزی حالا داشتیم به این مبحث که با همون قصه های شغلی هم میشود یه قسمتی از فعالیت های پولساز رو کشف کرد و بریم سراغ 80% بعدی. بله، سومیش ما این وقت هست که رفلکشن میکنیم، تأمل میکنیم، برمیگردیم به گذشته، قصه همون رو ببینیم. یه وقت هست که نه، خودمون رو آزاد میکنیم، ول میکنیم، رها میکنیم، دیگه از رفلکشن میایم بیرون، رفلکسیو میشیم، یعنی کاملا رها میشیم. بیاین خودتون رو رها کنید، ول کنید خودتون و ببینید که
تخیلاتتون چی میگه؟ یعنی به اصطلاح شما چه تخیلاتی دارید؟ در تخیلاتتون چه مشاغلی رو در نظر گرفتید؟ چه مشاغل خیلی مهمی هستن که آقای دکتر ما تصویر شما رو نداریم. نور صفحه من کم شد بله یا؟ نه برای من الان همه چی واضحه. اوکی ببخشید من یه لحظه نور صفحه مثل که حس میکنم که کم شده. من اینجا بی برق رو یه چک کنم ببخشید. بله درست شد بله. خیلی درست شد. نور صفحه من درست شد. هر شاید که سومین قضیه رو من میخوام بهش بذارم داستان شغلی. غیر از قصه شغلی هر کسی داستان هم داره. داستان شغلی ما رویاهای ماست. داستان شغلی ما تخیلات ماست. بشه ببینید از دوران کودکی چه رویاهایی داشتید؟ چه تخیلاتی داشتید؟ که ما بهش میگیم آرزوهای شغلی دیگه. آرزوهای شغلی که از نه یه مقدار متفاوته. رویاها با آرزوها فرق. تو آرزو مثلا من آرزو دارم که پزشک بشم، این یا آرزو دارم که پلیس بشم، یا آرزوست. نه رویا مثلا ممکنه که شما خیلیاتون بچه که بودید تو رویاتون میرفتید دیپلم میگرفتید، بعد قبول میشد یه رشته، بعد میرفتید سر کار، بعد اینجوری کار میکردید، پول در میوردید، خونه میخریدید، بعد فلان. این رویاست. همه ما رویاهایی داریم. رویاهای شغلی. رویاهای شغلی شما چیه دوستان؟ همین الان میشه ببینید که چه رویاهایی دارید. امکان نداره که تو رویاهای ما پول نباشه. یعنی شما وقتی به آینده تو فکر کنید میگید که اصلا من آینده میخوام چطور بشه. بعضیا میگن من میخوام برم مثلا رشته پزشکی، بعد مثلا درسمو تموم کنم، بعد درسمو تموم کردم برم تخصص بگیرم، بعد یه مرتبه بزرگ بزنم فلان جای شهر، بعد یه منشی فلان بگیرم، بعد فلان. اینا میشن رویا. حالا ممکنه هیچ وقت بهش نرسه، ولی این رویاها خیلی ارزشمندن. رویاهای شغلی شما چیه و رویاهای پولسازتون کدوم بوده؟ ما رویاهای شغلیمون ممکنه که رویاهای قدرت سازه، ممکنه که رویاهای آبرو سازه، ممکنه که رویاهای پرستیژ سازه. با اون مکانی نداره. رویاهای چیه سراغش برید؟ رویاهای پولساز. تو رویاتون چی بوده که پول میساخته؟ یه چیزی در ذهن شما بوده برای شما پول میساخته. اگر یه نگاه کنیم ممکنه که تو دوره نوجوانی رویاها رو داشتیم و همین الان میگید که من میخوام تو رویام خیلی پولدار بشم و تو رویا برید پولدار بشید. نمیگم با رویا آدم پولدار میشه. من میخوام رویاتون رو کشف کنم. میخوام رویاتون رو کشف کنید که رویاهای شما کدوم رویاهاتون شما رو به پول میرسونه. خب این قدم سوم. ما 30% رو رفتیم. چیز دیگه ای نمونده. 70% دیگه مونده. بله. چهارمین گامی که حالا اجازه بدید که ما امشب همه رم نریم. نه دیگه قاعدتاً یعنی ما هم دیگه فرایندی که قراره طی بکنیم فرایند عمیقیه و قرار نیستش که همه گزینه‌ها گفته بشه. من فکر می‌کنم آقای دکتر اگر که دوستانی که در همین گروه هستن، در همین وبینار امشب هستن بخواهند همون 2-3 مرحله اول رو انجام بدن، حداقل باید روش 1 ماهی عمیق بشن. یعنی چون ما میگیم مشاوره شغلی و کشف این مواردی که گفتیم یه شبه نیست، فرایندیه. من باید انقدر عمیق بشم، انقدر تأملی بشم که بتونم اینها رو در بیارم. یعنی بعضی موقع ما در لحظه سری خاطره ها از گذشته حتی یادمون میاد، ولی وقتی عمیق تر میشیم میبینیم نه این خاطره فقط پررنگ بود. یاد فیلم انیمیشن اینساید اوت میافتم، انگار یه سری خاطره ها رفته توی بایگانی مغز ما، باید بکشیم بیاریم بیرون. اتفاقا شاید اون پولسازترینه همونجا باشه، تو همون خاطره نهفته باشه.
بله خیلی ممنون. بله، چهارمین قدم رو که ما میخوایم برداریم تا به سمت پولسازترین فعالیت شغلیمون بریم، چهارمین قدم من اسمش میذارم حکایت شغلی ما چیه؟ تو چهارمین قدم هر کدوم از ما شغلمون یه حکایتی داره. شغل ما یه قصه شغلی داریم، یک داستان شغلی داریم و یک حکایت شغلی داریم. ما داستان شغلیمون رو به راحتی میتونیم بگیم رویاهامونه، قصه های شغلیمون رو به راحتی میتونیم بگیم خاطرات قبلی، تجاربی که تو مشاغل داشتیم. من 58 سالمه، میتونم خیلی قصه بگم، رفتم سر این کار اینجوری شد، رفتم فلان کار، خیلی قصه. یه کسی که 30 سالشه خب قصه های کمتری داره، کسی که 20 سال. ولی بر ترتیب همه ما با توجه به سنمون تعداد قصه داریم. ممکنه من 58 سالمه رویاهام الان کم شده، ولی یه جوون 25 ساله خیلی چیز داره، خیلی رویا داره. من نسبت به اون یه نقطه قوت دارم، یعنی قصه هم بیشتره، و یه نقطه ضعف دارم. یعنی چی؟ یعنی رویاهام کمتره. ولی همه ما یکی حکایت داریم، حکایت شغلی. اون چه که پیش برنده ما از تو زندگیمون حکایت های شغلیمونه. ما حکایت شغلیمون رو چطوری کشف میکنیم؟ انشاءالله ما توی رویکردی که رویکردی رو با هم دیگه شروع خواهیم کرد، تو اون رویکردی که شروع خواهیم کرد کمک میکنیم که شما حکایتاتون رو کشف کنید. یعنی من برای اینکه حکایت خودم رو کشف کنم مجبورم که یه مسیر رو برم. توی این مسیر اول از همه باید قهرمان زندگیمو تشخیص بدم، ببینم که قهرمان زندگی من کیه. اول از همه اگه بخوام حکایتمون بفهمم باید قهرمان زندگیمون بفهمم. چطوری قهرمان زندگیمون؟ ما تو زندگیمون یه الگو داریم، پدرمون، مادرمون، داییمون، اینا الگوامون. ولی ما نه، تو زندگیمون قهرمان داریم. قهرمان زندگی شما کیه؟ ممکنه قهرمان زندگی کسی گوری لنگوریه، ممکنه که من میتونم یه شخصیت کارتونی هم باشه، ممکنه که قهرمان زندگی کسی پسر شجاع باشه. یه تحلیلی از این فوتبال ژاپنی که داشت میکرد، بعد میگفت ژاپنی‌ها که فوتبالشون الان اینن، مال اینه که پسر شجاع رو ساختن، چون فیلم پسر شجاع رو ساختن الان فوتبالشون مثلا اینطور شده. و ما که فوتبالمون بهتر از ژاپن بوده و الان افت کردیم، ما این است که پسر شجاع نساختیم. و حالا منظور شاید اون فردی که داشت تحلیل میکرد شاید منظورش اینه که ما قهرمان نداریم، ما بچه‌مون قهرمان نداشتن دیگه، الگویی که بتونن آدم‌ها ازش یه چیزهایی یاد بگیرن. به قهرمان بالاتر از الگوه. من ممکن پدرم الگوم بوده، ولی قهرمان زندگی من پدرم نیست. من قهرمان زندگی پدرم نیست. قهرمان زندگی به قهرمان یه غریبه است، حتما یه غریبه است. و اگر شما غریبه ای رو دارید که اون غریبه شما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده، اون قهرمان زندگیش. اون غریبه میتونه اصلا یک شخصیت کاملا افسانه‌ای باشه. میتونه این که مثلا فردوسی برداشت شاهنامه رو نوشت، همه ما میدونیم که شاهنامه بخش زیادش افسانه است. شاهنامه که کتاب تاریخی نیست که ما بهش استناد کنیم، افسانه است بعضیاش، خیلیاش. رستم آیا بوده؟ من میگم رستم نبوده. رستم یک شخصیت افسانه‌ای است که فردوسی ساخت تا ایرانیان قهرمان پیدا کنن و بر اساس اون قهرمان حکایت زندگیشون رو بسازن و حکایت زندگیشون به سمتی بره که فردوسی میخواد، چه ایران نباشد تن من مباد، به این سمت برن. در واقع شاید فردوسی بزرگترین کاری که کرده قهرمان سازی کرده برای ماها. همین الان بعضی ها اسم بچه‌شون گذاشتن رستم، سهراب و اینا شخصیتی هم که چیز برای ما ساخته. فردوسی برای ما ساخته. فردوسی قهرمان ساز بود به عنوان یک حماسه سرا. قهرمانی که حافظ برای ما ساخته خیلی فرق میکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. به این قهرمان حافظ چی برای ما ساخته؟ فردوسی چه قهرمانی ساخته؟ این قهرمان سازی ها در طول تاریخ ما بوده. برای این وقتی من میخوام حکایت زندگی رو کشف کنم، اول از همه میشم فکر کنم که قهرمان زندگی من کی بوده؟
از رو قهرمان زندگی میتونم حکایت زندگی رو کشف کنم. قهرمان زندگی من ممکنه که اگر قهرمان زندگی من اینی باشه که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیر آزاده است، اگر قهرمان زندگی من اینه، طبیعتاً من تا یه اندازه زیادی با مسیری باید حرکت کنم که مسیر توش خیلی هم پول نیست. یعنی یه مانعی رو من دارم وسط پیدا میکنم چون قهرمان است. حکایت من مانع، یعنی حکایت مانع است. وقتی شما حکایت شوقتون رو متوجه میشید میدید که اداد بیداد یه سری حکایت مانع دارید. حکایت ها نمیذارن شما پول سازترین فایل شوقتون کشف کنید، چون غلام همت آنم که زیر چرخ کبوز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. پول به من رنگ تعلق میده، من نمیخوام. پس حالا من ممکنه که خیلی توانایی دارم، خیلی فعالیت شغل دارم، دیگه ولش میکنم، میگم که من که نمیتونم که. یعنی در واقع حالا بستگی داره که یه آقای اسم بچه‌شو گذاشته بود حافظ و خیلی هم دنبال پول در بیار هست. بهش گفتم تو قهرمان زندگی بالاخره حافظ هست یا نیست؟ فکر کنم همه رو داره گول میزنی. گفت من اسم بچه‌و به خاطر این گذاشتم حافظ که به حافظ خیلی ارادت دارم. من گفتم به کدوم غزلش ارادت داری تو حافظ قهرمان زندگیته؟ واقعا قهرمان زندگیته؟ یعنی دقیقاً به کدوم شعر علاقه داشت و ارادت داشت؟ یعنی کدومه؟ یعنی در واقع یه مقداری تو این گیر کرده بود، پیدا بود که این حافظ قهرمان زندگیش نبود، فکر می‌کرد قهرمان زندگی شاید کسی دیگه بود. من فکر می‌کنم که همه ما قهرمان زندگی داریم، فقط یادمون باشه که پدر و مادر و خواهر و برادر و دایی عمو رو بذاریم کنار. اینا الگوان. ما با الگوها کاری نداریم. ما با هرو کار داریم. هرو not مدل. هرو یعنی قهرمان. هروی شما کی؟ هروتون. اگر هروتون معلوم باشه میتونید حکایتتون چیه؟ میتونید حکایتتون رو کشف کنید. و اگر هروتون معلوم نباشه حکایت کشف نمیشه. حکایت ما از روی هروهامون کشف میشه. من فکر کنم بشینید هر چی نگید من قهرمان ندارم. ما همون قهرمان داریم. ما قهرمانامون رو آشکار نکردیم. بگردید از کودکی کی بود که بهش خیلی ارادت داشتید؟ کدوم معلم؟ کدوم همسایه؟ کدوم خواننده؟ کدوم بازیگر؟ کدوم مداح؟ کدوم آدمی که تو خیابون میرفته؟ کدوم فیلم؟ کدوم کارتون؟ کدوم داستان؟ کدوم افسانه؟ اصلا کدوم حیوان؟ بعضی قهرمان زندگی شوی حیوانه. میگی من قهرمان زندگیم سگ. من قهرمان زندگیم سگ. چرا سگ؟ چون خیلی وفادار. من بنابراین الان دارم یه کار میکنم، اگه بیام بیرون صاحبان ناراحت میشه. من بیرون صاحب کارم ناراحت میشه. خب اینجا درآمدت به اندازه است؟ نه به اندازه نیست، ولی زشته ول کنم. قهرمان زندگی سگه. اشکالی داره قهرمان زندگی ما سگ باشه که؟ خب سگم خوبه، وفادار دیگه. ما وفاداری سگ رو گرفتیم و طبیعتاً میگفت که چی میگفت به سلامتی گاو، نه به خاطر اینکه حیوانه، به خاطر که میگه ما، یعنی بعضی ممکنه که قهرمان زندگیشون گاوه به خاطر اینکه میگه ما، نمیگه من. یعنی در واقع ممکنه که حالا این چیزایی هستن. آیا دکتر میپرسن که قهرمان زندگی باید فقط از بچگی پیدا بشه و تا چه سنی رو بررسی کنن؟ قطعا. ما برگردیم از اول بگردیم، از 4 سالگی بگردیم. حالا 3 یا 4 دیگه که بچه‌ها یادشون میاد. 4 سالگی. من تو 4 سالگی یه آقای میشناختم تو محله، یه آقای خیلی بزرگ و گنده و قلدری بود و دندون طلا داشت. اون که بچه بودی دندون طلا داشت. یه کاری کیف کرد. ما زندگی من ممکنه که من تغییرات نکرده. اول قهرمانان زندگیمون رو بشناسیم.
اولین قهرمان، دومین قهرمان، سومین قهرمان. قهرمان فعلی چیه؟ ما از اون قهرمانان زندگی میتونیم حرکت باشه. ممکنه حکایت شما حکایت به اصطلاح صداقت باشه. چه حکایتی دارید؟ هر کسی حکایتی داره. حالا این قدم سوم که بخش قدم چهارم، من فکر کنم که بله ما 40% رو گفتیم. درسته؟ آقای دکتر من فکر کنم که اگر بخوایم تیتروار اون قسمت‌های بعدی رو بگیم بهتره از این سمت دوستان رو همراه بکنیم که اصلا چی شد که همچین برنامه این شکل گرفت. تا پیش از این ما سعیمون بر این بود که بحث استعدادیابی فردی رو داشته باشیم، مشاوره های فردی باشه، ولی از یه جایی تصمیم گرفتیم که آموزش هایی رو داشته باشیم برای عزیزانی که آشنا نیستن با اصلا انتخاب شغل رو به درستی نمیدونن چه اتفاقی باید براش بیفته و فرایندی بودن این قضیه رو در نظر نمیگیرن و خب متاسفانه همونجور که گفتیم تو فضای مجازی هم که رویا فروشی های بسیار اتفاق میفته و نمیدونن چی کار کنن. از طرفی ما الان خب کلینیک رابین در دانشگاه تهران هست و شاید باورتون نشه آقای دکتر ولی تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه فقط این دانشگاه انتخاب کردن به دلیل مدرکش و الان رشته یا شغلی رو دارن که اصلا دوستش ندارن یا حالا خیلی با قریب کم و واقعا درصد کمی از این بچه ها حالا مثلا رشته رو زده ولی الان نمیدونه باهاش چیکار کنه. من شخص خودم فیزیک خونده بودم، واقعا با فیزیک میشه چیکار کرد، با رشته مثل تاریخ، با رشته مثل ادبیات یا حتی رشته های مهندسی که الان جز واقعا کامپیوترش که اون هم باید حسابی بچه ها فعالیت های زیادی رو برن یاد بگیرن، توانمندی های زیادی رو یاد بگیرن، واقعا ما میبینیم خیلی از رشته ها شرایط خوبی توی بحث کسب و کار نداره، ولی باز دوباره تو همون رشته ها میبینیم که یه عده همون مدارک رو دارن ولی به قول شما پولسازترین فعالیت شغلشون رو پیدا کردن و اوکی وضعیت کاملا بر وفق مرادشونه. برای همین داستان از چه قراره؟ قرارمون بر این شد با آقای دکتر که 90 روز کنارتون باشیم، 30 ساعت دوره برای اینکه صلاحیت‌های کارساز و پولساز رو یاد بگیرید. اما پیش از اون همونجور که آقای دکتر بحث هالند رو مطرح کردن، بحث خودشناسی رو مطرح کردن، در طی این دوره کنارتون هستیم تا جدیدترین تست مشاوره شغلی و سنجش رغبت‌ها و علایق خودتون رو بزنید، تست تریسی که پیشرفته تست هالنده و در عین حال بتونید تحلیلش رو هم دریافت بکنید. این در خلال دوره اتفاق میفته. اما من ترجیحم اینه آقای دکتر که اصلا دوره صلاحیت‌های کارساز و پولساز رو شما به دوستان توضیحی داشته باشید که در خلالش خودشناسی رو یاد میگیرن، متوجه میشن من کی هستم، اما در نهایت در این دوره قراره که چه اتفاقی براشون بیفته تا در نهایت بتونن مسیر شغلی بهتری رو انتخاب بکنن. به خاطر اینکه من در واقع 50% رو گفته باشم و وقت اونم دیگه تمامه، فقط یه دونه دیگه رو من بگم. پنجمی رو میگم، شاید دیگه بقیه رو بعداً. پنجمی خلاقیت منه. همه ما خلاقیم، ولی خلاقیت من توی ایته خاصی، خلاقیت شما توی ایته دیگه است. کسی خلاق، آیا شما خلاقیت رو کشف کردید کجاست؟ همه ما خلاقیت داریم. ما کجا خلاقیم؟ کجا شما سازندگی داشتید، خلاقیت داشتید؟ کی میگه من تو آشپزی خلاق بودم، یکی میگه من تو تدریس خلاق بودم، یکی میگه من تو ساز خلاق بودم، یکی میگه من تو کمک به دیگران. شما کجا خلاق بودید؟ و در واقع این کشف این تاریخچه خلاقیت که من کجا خلاق بودم، این پنجمی. من دیگه ادامه ندم بقیه‌شو و ادامه بدم به صحبتش، پاسخ سوال شما رو بدم. ما دوست داریم که بیایم و این 10 تا رو بهش بپردازیم.
ولی چگونه؟ نیم سراغ آدمایی که کار ندارن دنبال کار میگردن. کیس ما کیسی باشه که رسیده. ما کیس های رسیده رو سرچ کنیم. من یه جلسه بذارم یا آقای بیارم کنارم که آقا پولسازترین فعالیت شغلیش پیدا کرده و الان هم خیلی پول داره و من با ایشون مصاحبه کنم و برم جلو و تو مصاحبه تحلیل کنم که این فرد تو این 10 تا گام که من دارم میگم چند تاشو انجام داده و تا کجا رسیده. ممکنه که از 10 تا بعد شیوه اجرایی رو از اون آدم یاد بگیریم. طبیعتاً بنابراین من نمیخوام خدمتتون میگم که تو دوره که ما داریم، تو این دوره من همیشه تو جلساتی که در مورد مشاوره شغل داشتم کیس داشتم، ولی کیس من یا دنبال کار میگشته یا سردرگم بوده یا ناسازگار بوده یا بالفرض میخواسته بهره‌ور بشه. کیس من اینا بودن. حالا برعکس این دفعه کیس من آدمایی هستن که رسیدن موفقن و توی این تونستن و هر کدومشون توی زمینه پولسازی کردن. بعد با اینا ما مصاحبه میکنم. هدفم چیه؟ هدفم اینه که اون به اصطلاح ذهن شما رو، یعنی ذهنیت پولسازی شما رو تقویت کنم. همه ما یه ذهنیت داریم به نام ذهنیت پولسازی که ممکنه که این ذهنیت رو مسدود کردیم، کنار گذاشتیم، باش کار نمی‌کنیم، غیر فعالش کردیم. حالا ما هدف از این دوره اینه که اون ذهنیت رو فعال کنیم. برای شیوه کار ما اینه که من یه بحث نظری خواهم داشت هر بار، یه کیس خواهم داشت. یه کیس من یه آدمی هست که پولساز بوده و من با آدم مصاحبه میکنم. مصاحبه خیلی با ساختاره، تو همین 10 تا گامیه که میگم و بعد در میارم که این فرد این 10 تا رو چطوری رفته، تا کجاش پیش رفته. ممکنه کسی الان پول در میاره ولی 6 تا رفته. بعد من بهش میگم تو 60%، تو 40% دیگه اگه بری خیلی به اصطلاح میتونی درآمدت بالا بره. یا آقایی تو اصفهان هست و من میگفت که من اگر یه آدم زبل دستم باشه با یه آدم زبل یه کارخونه میزنم، یا آقا روز یه کارخونه میزنم، فقط یه آدم زبل میخوام، من با یه نفر کارخونه میزنم. ببین این چقدر پولسازه، با یه نفر کارخونه میزنم. حالا این چیکار کرده؟ چطوری این مسیر پیش رفته؟ اینا آدمایی هستن که کیسای ما هستن و آدمایی که میتونن خیلی ما کمک کنن. شاید بعضی از اینا برای ما قهرمان هم بشن. یعنی ممکنه تو بین اینها شما یکیشون رو میکنید قهرمان. داشتم اتفاقا به همین فکر می‌کردم آقای دکتر. جدیدی میسازید. بله. شما فرمودین که حافظ برای ما مثلا قهرمان سازی کرده، فردوسی قهرمان سازی کرده، اینها رو فرمودین. من احساس میکنم که در این دوره آدم‌ها با قهرمان‌های جدید آشنا میشن و در عین حال صلاحیت‌هایی که در دنیای مدرن شغلی، از اونجایی که ما میدونیم که شغل‌ها با اومدن هوش مصنوعی دچار پیچیدگی‌ها و تنوع زیادی شده، آدم‌ها به راحتی میتونن این رو در افرادی ببینن که هم مسیری رو طی کردن برای موفقیت و هم در این حال الان پول سازن. یعنی همین الانی که ما مثلا خیلی ها رو داریم که کسب و کارشون رو درشون میبندن، خودشون دارن غر میزنن به جون عالم و آدم که من نتونستم راهی پیدا کنم بابت اینکه خودم رو در مسیر درست قرار بدم، و در این حال کسایی داریم که هنوزه تا دکترا رفته خونده ولی هنوز نمیدونه به درد چه شغلی میخوره، به درد چه کاری میخوره، اصلا چی کار کنه واسه زندگیش. 40 سالش شده، 30 سالش شده و هنوز تو مسیر درست خودش نیست. چون ما مسیر درست و غلط برای هیچ آدمی نمیتونیم تعیین بکنیم. یکی از سوالاتی که بچه‌ها پرسیده بودن این بود که این آدم‌ها چجوری موفقن، خودشون رو موفق میدونن یا بقیه؟ مسئله اینه که هم از بیرون موفق به نظر میان، هم به دید خودشون آدم‌های موفقی هستن که صلاحیت‌های کارساز رو آقای دکتر درون اینها تشخیص میدن. یعنی یه جورایی از فیلتر آقای دکتر اینها رد میشن و بعداً در جلسات باهاشون مصاحبه میکنن. یعنی در این حال شما مصاحبه با فردی رو میبینید که به طور جامع یه سری صلاحیت ها رو داره. ما حدود 24 ساعت دوره رو به این اختصاص میدیم و 6 ساعتش حالا آموزش های دیگری هست که آقای دکتر دارن
قسمت آموزش‌های بنده خودشناسی و تست تریسی اصلا کلا فریه، یعنی داریدش و روی تعداد ساعت دوره حتی ما در نظرش نگرفتیم، به عنوان هدیه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم. و بپردازیم به این که آقای دکتر این داستان اصلا برای چه کسایی مناسبه. حالا ما من آخرین جمله رو بگم و بحث رو جمع کنم دیگه، بقیه شما فرمایید. ببخشید ما از وقتم گذشتیم، قرار بود 9:30 تموم بشه، الان 35 دقیقه است. بله، فقط من این جمله رو بگم که ما در واقع 10 تا گام داریم تا برسیم به صلاحیت‌ها. یعنی دیگه شما میتونید بگید که گام دهم صلاحیت‌های پولسازه و ما این 10 تا رو میریم و بعد اون صلاحیت‌ها رو می‌خوایم معرفی کنیم. یا شایستگی‌های پولساز چیه؟ این 10 تا گام اگه طی بشه تازه فرد به شایستگی‌ها میرسه که من 5 تاشو گفتم، یک شنو گفتم، شد 6 تا. نمی‌خواستم برام بگم، دارم همه دیگه یکی میگم. بعد یعنی دهمیش میشه صلاحیت‌های پولساز. چند تا صلاحیت پولساز وجود داره؟ اون صلاحیت‌ها چیا هستن؟ من میخوام با هر روز یه صلاحیتی رو معرفی کنم، با یه کیسی بگم که فرد این 10 تا گام رفته رسیده به صلاحیت پولساز. صلاحیت پولسازی آقا اینه، صلاحیت پولسازی خانم اینه و این صلاحیت‌ها رو ان شاءالله خدمتتون معرفی خواهیم کرد. و این که فرمودن معمایی یعنی که ما اجازه بدید که صلاحیت‌ها رو نگیم. بله قراره که، یعنی من اینو بگم به دوستان، حتی خود من هم نمیدونم صلاحیت‌ها قراره که توسط آقای دکتر به صورت معمایی مطرح بشه. سفر عمیقیه توی این مسیری که قراره با هم دیگه طی بکنیم. قراره که تأمل بیشتر داشته باشیم توی دنیایی که همش داریم میدویم، همش داریم از خودمون غافل میشیم. یکم روی خودمون و روی شخصیتمون، روی رسالتمون و معنای زندگیمون بیشتر تمرکز بکنیم و کشفشون بکنیم. و به خاطر همین سفر معمایی در نظر گرفته شده و میگم با احترام به همه بزرگانی که توی جمع هستن، منم نمیدونم حتی که داستانش چه قراره. مثلا شما خودتون کشف میکنید. ما با یه فردی مصاحبه میکنم، میگم که این فرد پولسازترین شایستگیش چی بود. بعد ممکنه که شما بتونید حدس بزنید، بعدش من معرفی میکنم، میگم اینی که از شایستگی هست که شون داشت، این شایستگی اینه، تعریفش اینه و شیوه ارتقاش اینه. این کل داستان ماست. حالا دیگه شما بفرمایید و معرفی. آقای دکتر، این که برای چه کسایی مناسبه، من دوست دارم بچه‌ها از زبون خودتون بشنون یه دور دیگه تا ببینیم که دقیقاً برای چه کسایی مناسبه. قطعا بچه‌هایی که امشب تو جمع ما بودن قطعا براشون مناسب هست، اما از زبون شما دوست داریم که بچه‌ها بشنون. من موضوعی که پیش می‌خوایم بریم موضوع تخصصی نیست. یعنی در واقع ما یک درس تخصصی مشاوره شغلی نمی‌خوایم بدیم. موضوع کاملا عام و عمومیه. ممکنه دوستانی که مشاور هستن بیان یاد بگیرن، میخوان برای بقیه به کار برن، این هست. ولی به عنوان یک بحث‌های تخصصی که من واژه‌های خاص به کار برم، نظریه‌های خاص به کار برم، اصلا نیست. هدف فقط همینه. هر کسی در هر شغلی فرق نمی‌کنه. رشته‌اش تاریخ، رشته‌اش جغرافیا، رشته‌اش روانشناسی، مهندسی معماری، مهندسی مکانیکی، پزشکی، هر چی که هست فرق نمی‌کنه. هر چی که هست بیاد ببینه که صلاحیت‌هایی که آدم نیاز داره تا پولسازترین در واقع ظرفیتش رو به کار بگیره، اون چیه؟ ما اینو می‌خوایم بگیم. هدف اینه. یعنی هدف اینه که شما پولسازترین رو پیدا کنید و پول پیدا کنید برای رشته و سن و جنسیت و چیزای از این قبیل. اصلا محدودیتی توش نیست، برای همه هست. هر کسی که علاقه‌ش رو پیدا نکرده، هر کسی که هنوز نمیدونه میخواد چی کار کنه، هر کسی که هنوز از درآمدزاییش راضی نیست، پیدا نکرده یا پیدا کرده بلا شغلش راضیه ولی جنبه پولسازش رو نمیدونه، یا خیلی خوب کار میکنه ولی راضی نیست از درآمدش، میگه آیا من درآمدم باید همینقدر باشه یا من ظرفیتم بیشتره. این در واقع بحث ما اینه. ولی خب برای مشاوره و روانشناسان شاید یه فایده ثانوی داشته باشه و اونی که حالا بخوام با مراجعانمون به کار بریم اون بحث دیگه است. ولی ما هدفمون اون نیست. هدفمون شخص دوستی است که اینجا نشسته و اون فرد. هدف اون آدمای
به اصطلاح سالس نیستن، همونی هست که الان رو ما هست و میخوایم انشالله پرسازترین مسیرش رو پیدا کنیم. خیلی ممنونم و فکر کنم که خانم دشتی سلامت باشین دوستان اذیت نشه. بازم دستتون درد نکنه. من یکم دیگه خدمت دوستان هستم، توضیحاتی رو بدم خدمتشون، هم برای کسایی که زیاد قطع شدن. از شما اول عذرخواهی میکنم بابت اینکه اینترنت ایران به ما واقعا ربطی نداره، ولی خب ما تعبیری براش اندیشیدیم. آقای دکتر میخواین من با شما خداحافظی کنم؟ من خواهش کنم، من با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم، شب شما بخیر، سلامت باشید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیزی که قطع شده بودید و اینها، پیام سنجاق شده، میتونید توی گروه عضو بشید. بچه‌های ما در حالا هم پیج هر جایی که سرچ بکنید رابین کلینیکا میتونید دنبال بکنید، هم در پیج هم در تلگرام. من یکم عذرخواهی بکنم، من امشب واقعا سردرد شدیدی داشتم، شاید یه جاهایی یه مقداری نتونستم درست همراه بشم، این رو هم بگم خدمتتون. اما در مورد دوره عزیزان، دوستان روانشناس مشاوری که هنوز راه درست خودشون رو پیدا نکردن قطعا به دردشون میخوره، ولی اگر میخواین برای مراجعین خودتون، یعنی شما دارین شغلی کار میکنین، تو حیطه کسب و کارین یا مدیر منابع انسانی هستید، این دوره قطعا به دردتون میخوره، چون فرایند اصلا هم مصاحبه شغلی رو یاد میگیرید، هم با روش‌های جدید، مفاهیم جدید آشنا میشید و حالا توضیحات ابتداییش برای دوستان دیگه هم گفته شد. ظرفیت چقدر عزیزان؟ 30 نفر روانشناس مشاور و 30 نفر از بقیه مخاطبین عزیز رابین. خیلی نمیتونیم دوره رو افزایش ظرفیت بدیم، شاید من نهایتا بتونم 10 الی 20 نفر دیگه اضافه بکنم به دوره. پس اگر میخواین ثبت نامتون رو کامل بکنید در همون گروهی که براتون ارسال شده حتما عضو بشید. هم لینک آفلاین کلاس امشب براتون ارسال میشه، هم در عین حال براتون بابت تخفیف ثبت نامی کد تخفیف ارسال میشه و میتونید دریافتش بکنید. اگر سوالی صحبتی هست من در خدمتتون هستم. خب ببینید لینک رو کپی بکنید، داخل تلگرام خودتون پیست بکنید، اونجا دیگه روش بزنید قطعا داخلش میره و میتونید عضو بشید. خانم محمدی عزیز اگه لطف بکنید دوباره بذارید لینک رو چند بار دیگه بذارید که بچه‌ها داشته باشن ممنون میشم. خواهش میکنم، مرسی، ممنونم از انرژی های خوبتون و امیدواریم که بتونیم در خدمتتون باشیم. زمان دوره از 21 هستش. بابت هزینه از اونجایی که حالا رسالت ما برای بحث استعدادیابی و بحث اینکه آدم‌ها در جایگاه درست خودشون قرار بگیرن بسیار هزینه مناسبی در نظر گرفته شده که مطمئنم اگر جاهای دیگه سراغ بگیرید 2-3 برابر این هزینه رو باید پرداختی داشته باشید. اما ما سعی کردیم که این هزینه معقولی باشه. در نتیجه حتما به خانم محمدی در تلگرام ما که هستش میتونید رابین کلینیکا رو سرچ بکنید، به پی وی ایشون مراجعه بکنید، هم در اینستاگرام دایرکت پاسخگو هستن. نه عزیزان حضوری نیست، چون که پلتفرم رابین کلا پلتفرم مجازیه، ولی خب سابقه نشون داده با توجه به تعداد دوره هایی که ما با آقای دکتر داشتیم مخاطبینمون بیشتر شدن که کمتر نشدن و با رضایت های بسیار بالا، به خاطر اینکه از کلاس و از کیفیتش هیچ وقت ما کم نذاشتیم. تقریبا یه چند دقیقه یه تقریبا 15 دقیقه 14 دقیقه اینطورا ما بیشتر در خدمتتون بودیم. بچه‌ها هزینه رو از خانم محمدی بپرسید و پیگیر ایشون باشید. توی حالا تلگرام و اینستا شما راحت تر از اسم پیج ما و کوتاه‌تر و در ذهن بمونتر ندارید. رابین کلینیکا. اگر با بنده ارزی نیست من از حضورتون مرخص میشم. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمتتون بودم و امیدوارم که بهترین دوره مشاوره شغلی کشور و در راستای استعدادیابی و یافتن حکایت خودتون اتفاق بیفته کنار شما عزیزان.
شبتون بخیر باشه. ممنون، سلامت باشی، شب بخیر.